گفتن که ما با سیاست کاردار نیستیم، با سیاست کاردار نمیشیم. اما در جایی که برای ملت لازم است با سیاست کاردار نمیشوند، در جایی که بر ضد ملت است و نفع این ظالمان هست، میرن یک سیاستمدار خیلی هم یا که مطرح همچون یک سیاستمدار صحبت میکنن. خب یک نفر دیگر با نام صدرالدین نجمی‌الدین سوال داده. سلام برادر، شما در یک برآمد خود گفتید که جوانان پیروی از بزرگان خود یعنی برادران تورا ها، حاجی میرزا و دیگر بزرگان کنید. هفته گذشته یکی از این برادران که خیلی احترامش داریم ما را خیلی ناراحت کرد. با کنایه به برادران مبارز سخنان بد زده. گفت کسانی که جامعه آرام ما را خللدار میکنند و او دیوانه شدگی است. مگر نمی‌بیند که یا اینکه عقلشان کور شده است که در تاجیکستان ما ناعدالتی و غارتگری و فساد و حرامخوری به درجه عالی بالا رفته است. مادران و خواهران ما در نزد سرحدها در روی زمین خوابیده بیمارند و هیچ کس را پروایی نیست. پس این دیوانه شده است ربط داشته است به همون کسی که مبارزین را میگوید که جامعه را نارام میکنند. زیاده از 1 میلیون شهروند خواهش به وطن رفتن دارند. هیچ کس پس این مشکلات نمیگردد. حاجی میرزا خودش همه ساله به روسیه می آید و از احوال مهاجرین خوب با خبر است، لیکن پشتیبانی از همان ناعدالتی ها میکند و میگوید شکرانه تینجو و آرامی وطن میکنیم. حالا که در وطن ما ظلم حد و کنار ندارد، چاپلوسان خطر ملی با لحن شدید به سوی مهاجرین میگویند اگر خواهید مادر و خواهراتان را تجاوز نکنند در خانه‌هایتان بشینید. باید این بدبختی ها چی گفتنی داره؟ از شما یک خواهش دارم که سخنرانی هاتون رو تیز تیز برگزار کنید که ما بسیار منتظر میشیم. سلامت باشه برادر کبیری. خب دوستی عزیزم، بسیار سوال هم دشوار است هم دردناک. ولی من در یک صحبتم گفتم و باز تکرار میکنم که جوانان محترم از این بزرگوارانی که نامشون در اینجا رفت حرف اینا رو بشنوید، پیروی کنید، گوش کنید اینها رو. خانواده تورا جانزاده ها هر کدامشون یک واقعا ستونی ملت هستند. حاجی میرزا دیگر بزرگوارانی که نامشون در اینجا نمیگیرم، ولی از اونها پیروی کنید، حرف اونها رو بشنوید. اما در کدام مسئله ها؟ در مسئله های دینی. اینا متخصصی دین هستند، عالم دینی هستند. اینا خودشون میگن که ما با سیاست کار نداریم. در مسئله های سیاسی اصلا از اینا پیروی نکنید، حرف اینا رو نشنوید. بگید که حضرت داملا شما متخصصی خوبی ساحه دین هستید، عالم دینی هستید، فقیه هستید، واعظ هستید، ولی ما را از لحاظ دینی نصیحت کنید و سوالهای دینی ما جواب بگیرید، مشورت بدهید. اما شما خودتون اعلام کردید که با سیاست کاردار نیستید، دخالت نمیکنید. پس چرا با مسائل سیاسی دخالت میکنید؟ اولش این که این بزرگواران را بگید که با مسائل سیاسی خودتون دخالت نکنید. وقتی میاد زید یک گروه سیاسی دیگر صحبت میکنید، درباره وضعیت آرام یا ناآرام صحبت میکنید، درباره حکومت صحبت میکنید، طرفداری میکنید یا مخالفت میکنید، این الکی سیاست است. پس شما خودتون بزرگواران به حرف خودتون مخالفت کرده اید. تناقض هست در موقعیتون، ضدیت هست. حالا من به اون برادران بزرگواران تورا جانزاده ها نمیگم، چون اونها از مجبوری از اون فشارها بالاشون موقع را گرفتن، اونها قابل درکن، بلکه بهترین کار رو کرده ایستادن. چون سال زنده ماندن، آزاد ماندن اونها برای ما یک نعمت است. من به هیچ وجه نمیخوام که اونها خدای نکرده خاری به پایشون بخلد. کاش این بزرگواران دیگر هم همون موقع رو میگرفتن، گفتن که ما با سیاست کاردار نیستیم، با سیاست کاردار نمیشیم. اما در جایی که برای ملت لازم است با سیاست کاردار نمیشوند، در جایی که بر ضد ملت است و نفع این ظالمان هست، میان یک سیاستمدار خیلی هم یا که مطرح همچون یک سیاستمدار صحبت میکنن. این تناقض، این دورویگی را خواهش میکردم در صحبت‌های این بزرگواران دیگر نباشد. منم از جوانان خواهش میکنم که در مسائل دینی و در مسائل فقهی از این بزرگواران، حتی از داملا حاجی میرزا پیروی کنید، حرف بشنوید. بسیار عالمی خوب است، من ایشان رو دوست می‌دارم، احترام میکنم. اما شاید زیر فشار هست، تهدید هست. بالاخره اکثر داملاهای ما همین
آرامی ملت رو نه، آرامی شخصی خود را دوست می‌دارن. همون راحت سفر کردن، موعظه کردن، معرکه‌های مردم رفتن، همین رو دوست می‌دارن، عادت کردن، نمی‌خواهند این رو از دست بدهند و میگن که مردم آرام باشد که ما آرام باشیم. حالا اگر ملت آرام نیست، ملت در پراکندگی از مهاجر است، این ظالمان هر روز خیانت میکنند، پول اینها را میدزدند، اینا را پراکنده کردن، ملت آرامش ندارد. آرامشی خودت به کی لازم است دوستان محترم؟ یعنی وقتی خودت آرام هستی فکر میکنی ملت هم آرام است؟ شما آرام هستید، معرکه میروید، سفر میکنید، باز همین مردم مهاجری بیچاره شما را پذیرایی میکند، با در جیبتون 4 تنگه پول هم دعا میگیرد. شما که نه الکتریک هستید و نه دهقان هستید و نه یگان استاد دانشگاه هستید که معاش داشته باشید، همین مردم مهاجر شما را میخواند. اما وقتی مردم مهاجر آمد حق خود را طلب کرد، شما میگید که آرام باشید، حرف نزنید که این گروه های فتنه‌گر شما را حالا به یک فتنه گرفتار نکنند. من خواهش میکنم داملای محترم، حالا هر داملای باشد، من یک کسی مشخص رو در نظر ندارم، بدانید که آبروی عزت شما از روی همین دین هست، از روی همین ملت هست، از روی همین مردم مظلوم هست. بدون اینها شما هیچ کسی نیستید. اگر واقعا هم پیرو امام اعظم رحمت الله علیه هستید که خود را یک حنفی بسیار قوی میتراشید و دیگر را همه را گناهکار میکنید که از مذهب امام اعظم دور رفتن، من خواهش میکنم که بیایید دقیقاً مثل امام اعظم رفتار کنید.